سلام به همه دوستان. امیدوارم هر جای دنیای بزرگ هستید شاد و سلامت باشید. تو این ویدیو میخوام برای شما داستان مهاجرت خودم رو بگم و بگم چی شد اصلا من رفتم سوئد، چی شد اومدم آمریکا. این همه ویدیو درست کردم، در مورد خوبیای سوئد گفتم، مشکلات سوئد گفتم، چی شد، همون حرفایی که زدم. و میخوام تو این ویدیو برای خود شما از داستان زندگی خودم بگم. خب اگه بخوایم داستان مهاجرت خودم رو شروع کنم، باید از برگردم به یک کمی گذشته، سال 2005، زمانی که خواهر من برای من درخواست ویزای مهاجرتی از آمریکا کرد. خب خواهر من سالها بود که توی آمریکا زندگی میکرد و سال 2005 برای من درخواست ویزای مهاجرتی داد. طبق قوانین آمریکا که انشالله توی ویدیوی دیگه انواع ویزای مهاجرتی رو، کلا ویزاهایی که میشه باش بیاید آمریکا رو بهتون معرفی میکنم. اگه خواهر و برادر برای خواهر و برادرشون درخواست ویزا بکنن، پروسه مهاجرتشون معمولاً اون زمان بین 10 سال طول میکشید، ولی این پروسه برای من چیزی نزدیک 17 سال طول کشید و خب اون زمانش من زیاد تو فکر مهاجرت و اینام نبودم، سنی نداشتم. میگفتم خب این پرونده از هر وقت درست شد منم میرم آمریکا. تا اینکه زمان گذشت، ازدواج کردم، بچه دار شدم و اون موقع بود که یک کمی این موضوع برای من جدی‌تر شد. با خودم فکر کردم آیا واقعا من دوست دارم بچه من تو ایران بزرگ بشه؟ آیا من دوست دارم بچم تو ایران بره مدرسه؟ و شاید این مهمترین موضوعی بود که برای من اولویت داشت و خیلی فکرم اون زمان درگیر کرد و بهش فکر کردم خب من باید چیکار کنم؟ من دوست ندارم بچم تو ایران بره مدرسه. حالا این یه نظر شخصیه، ممکنه خیلی‌ها باش موافق نباشن، ولی اون زمان نظر من این بود. و اون زمان سال 2000 و تقریبا 17 بود که من بچه دار شده بودم. 2016 زمانی بود که ترامپ اومده بود سر کار. هنوز ویزای مهاجرتی من 100% درست نشده بود. طبق قوانینی که اون زمان قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار، در حقیقت اولویت و مجوز صدور ویزا برای من صادر شده بود، ولی به خاطر و من همه مدارکی رو که بعد فرستادم، ولی چون ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، صدور ویزا تقریبا برای ایرانیا متوقف شد. و توی سال 2017 که من بچه دار شدم، با خودم فکر کردم خب راه بعدیمون چیه؟ اون زمان اولویت دومو گذاشتم برای کانادا. خب من سنم بیشتر بود، از لحاظ امتیازی برای کانادا امتیاز نمی آوردم. همسر من و خانومم به عنوان اپلیکنت اصلی پروسه مهاجرت به کانادا رو شروع کرد و ما برای کبک اقدام کردیم. خب همه چی اون زمان داشت خوب پیش میرفت. سن خانومم خوب بود، مدرک تحصیلیشو داشت، سابقه کارشو داشت، زبان انگلیسی بلد بود و ما مدارکمون رو برای کبک آماده کردیم. حتی وکیل گرفتیم، مدارکمون رو برامون ارسال کرد و موازی اونم خانم من شروع کرد برای فرانسه، زبان فرانسه رو شروع کرد خوندن، چون برای اینکه برید شما کبک شما نیاز دارید که امتیاز زبان فرانسه داشته باشید. خب همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه فکر کنم سال 2018 بود که بحث این مطرح شد که دولت کانادا بخش کبک میخواد تمام پرونده های ویزاهایی رو که داره صادر میکنه بدون بررسی ببنده و قوانین مهاجرت به کبک رو عوض کنه. و اون زمان بود که واقعا ما نگران شدیم خب اگه این پرونده ما رو بررسی نکنن باید چیکار کنیم؟ 2 سال 3 سال بود وقت گذاشته بود، خانم من هزینه کرده بودیم، زبان فرانسه یاد گرفته بود و واقعا نگران شدیم و این موضوع به واقعیت پیوست. توی اسفند ماه، حالا سال شمسیشو یادم نیست، توی اسفند ماه که بکنم اوایل سال 2019 بود، به ماه شمسیش میشد اسفند ماه بشم تو ایران، ما از نامه از وکیل گرفتیم که اون بخش مهاجرت کانادا توی کبک تمام پرونده ها رو بدون بررسی بسته و اعلام کرده ظرف چند ماه هم تمام پولایی که ما واریز کردیم به همون برمیگردن. خب و واقعا شوک بزرگی بود برام. نمیدونستیم چی کار کنیم، یعنی هیچ وقت من شاید باور نکنید به حتی اپسیلونی به رفتن به سوئد فکر نمی‌کردم. اون زمان یکی از دوستای من دقیقاً شاید 1 ماه بود رفته بود سوئد و خیلی راضی بود.
باش صحبت میکردم، گفت خب حسین تو چرا برای سوئد اقدام نمیکنی؟ الان سوئد داره خیلی نیروی کار خوب میگیره. منم گفتم باشه، سنگ و مفت گنجش مفت. شروع کردم تو لینکدین برای شرکت‌های مختلف توی سوئد رزومه پر کردن، رزومه فرستادم و خودم باورم نمیشد ظرف یه هفته 3 تا 4 تا مصاحبه گرفتم و اسفند ماه تموم نشده بود که من با یه شرکتی توی سوئد قرارداد بستم و اون پروسه در حقیقت اپلای کردن برای ویزای سوئد رو برای من شروع کرد. یعنی خیلی بعضی اوقات واقعا داستان مهاجرت هر آدمی میگن برای خودش منحصر به فرده. من هیچ وقت فکر رفتن سوئد رو نمی‌کردم، فکر نمی‌کردم برم سوئد. چطور شد که از آمریکا رسیدم به کانادا، کانادا نشد، بعد یکی از دوستای من رفت سوئد، منم برای سوئد اقدام کردم و ظرف کمتر از 1 ماه از روزی که من اولین درخواست رو تو لینکدین فرستادم تا مصاحبه گرفتم، رفتم با آنلاین مصاحبه کردم، من ویزای سوئدم اومد. یعنی من توی فروردین ماه بود که رفته بودیم با خانواده شیراز. به هر کی میگفتم، چون من خیلی اکثریت فامیلمون مال شیرازه، میگفتم من 1 ماهه ویزای سوئد گرفتم، هیچ کسی باورش نمیشد. میگفت چه جوری تو برای کار اپلای کردی، چه جوری کار گرفتی، مگه میشه؟ و همه فکر میکردن من شوخی میکردم. و آخر فروردین ماه من ویزای سوئدم دستم بود و من توی اردیبهشت با خانوادم به همراه فرزندم، به همراه خانومم، همه با هم پا شدیم اومدیم سوئد. یعنی من اصلا فکر نمی کردم که 1 روز بیام سوئد. و بعدش همونجور که همه میدونن از سال فکر کنم 2020 بود کرونا اومد و اصلا خیلی اتفاقات این وسط برای همه افتاد و من دیگه 3 سال سوئد موندم. روزی که من اومدم سوئد با این تصور اومدم که گفتم خب الان ترامپ سر کاره، پیش‌فرضم این بود که خب ترامپ برای سری دوم انتخاباتم برنده میشه و برای 8 سال سر کاره. خب پس من تا سال 2024 کاملا پرونده آمریکا رو برای خودم بسته بودم و فکر نمی‌کردم من بیام آمریکا. تا اینکه به خاطر کرونا نتایج انتخابات تو آمریکا عوض شد و واقعا برای شخصی مثل من خیلی عجیب بود. اصلا ما انتظارشو نداشتم که یکی مثل بایدن بیاد رئیس جمهور بشه، ولی شد و خب این به نفع من شد. پرونده مهاجرتی من که سال 2016 متوقف شده بود به خاطر اومدن ترامپ دوباره فعال شد و من چون قبلش هم درخواست داده بودم که ویزایی که قراره برای من سفارتی که قراره برای من ویزای مهاجرتی صادر کنه از دبی انتقالش داده بودم به سوئد. توی ژانویه 2021 که اون زمان بایدن دیگه مستقر شده بود، من از سفارت سوئد نامه گرفتم و وقت سفارت برای من گذاشتن و من رفتم سفارت سوئد و ویزای مهاجرتیمو گرفتم و 2 ماه بعدش توی مارچ من اومدم آمریکا. و واقعیت اینه که من اصلا فکر نمی کردم که تا سال 2024 بیام آمریکا و داستان اومدن آمریکای من به این صورت بود. روزی که من رفتم سوئد پیش فرضم بود که من اومدم سوئد و واقعا سوئد کشور خوبیه برای کسی که میخواد اونجا زندگی کنه، برای کسی که خانواده داره، بچه داره. و اگه شرایط خاص نبود، به خاطر این نبود که دوست داشتم پسر من پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شه، پیش عمهاش بزرگ بشه، شاید من تصمیم نمی گرفتم بیام آمریکا. و این داستان زندگی من بود که شاید خیلی از شما فکر می‌کردید خب این که این همه تعریف کرده سوئد چی شد پا شد اومد آمریکا. حالا در آینده احتمالاً یه ویدیو براتون میسازم، مقایسه میکنم چه خوبیای سوئد داشت، چه خوبیای آمریکا داره، چه فرق‌هایی با هم دارن و نظر شخصی خودم رو میگم. و دوست دارم بدونی که انقدر برای سوئد دلم تنگ شده، برای ایران دلم تنگ نشده و واقعا سوئد جای خوبی برای زندگی بوده. این ویدیو رو دوست ندارم بیش از این طولانیش کنم. در صورت از اینکه به حرفای من گوش کردید و داستان زندگی منو شنیدید از شما سپاسگزارم. انشالله تو ویدیوهای بعدی تیکه تیکه در مورد مراحل اومدن به آمریکا، کارهایی که کردم، چیزایی که یاد گرفتم تو این 2 سال توضیح میدم. امیدوارم این اطلاعاتی رو که
با شما دارم شیر میکنم، در اختیار شما میذارم، به درد کسی بخوره و بتونه به اونم کمک کنه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.